سلام. مقام‌ها در ولایت هلمند از شهید شدن 23 فرد ملکی و مجروح شدن 15 تن دیگر در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در بازار خبر می‌دهند. شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که کارها برای آزادی شمار دیگر از زندانیان طالبان جریان دارد. در عین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفر تازه اش را برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز کرده است. رئیس جمهور غنی در نشست امروز کابینه فیصله کرد که تا 5 سال دیگر شکار حیوانات و پرندگان در کشور ممنوع می باشد و متخلفین با مجازات روبرو خواهند شد. کمیته مک گفته 60% عواید گمرکات کشور جمع‌آوری نمی شود. بر اساس گزارش این اداره مداخلات مقامات دولتی و زورمندان سبب شده تا در گمرکات فساد افزایش یابد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از خبر بازگشت 380,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران طی سال جاری خبر می‌دهند و حکومت بوسنیا می‌گوید پاکستان با ساخت ویزای جعلی بوسنیا توریستان را به اروپا قاچاق می‌کند. گزارشات می‌رساند که بوسنیا به همین منظور سفیر پاکستان را احضار نمود.